کجاش میشه پری؟ پشما آجی میتونی خودتو بکشی بالا؟ بالا شدم سپایدرمن تار بزن چی کار داری میکنی؟ مردن کبکی در شما به خود گیر که من قلاب بگیرم بپری قلاب بگی برو بالا ببین از توش میتونی رد چی؟ من هم نمیخوام آره بیا برو برو ببین میتونی بالا از توش رد کیفو در بیار کیفو بگیرمش داره کیفو در بیار من بتونم فقط بگیرمش من بالا ببین از توش میتونی رد قشنگ چی؟ بیا رو من اونجوری نه رو من بیا من میرم آره بگی چی میشه من میتونم بیا ویدیو پازه؟ نه برو پرتم نکنی ماشین میره برو اوجی کنده میشه این دوره کنده میشه بیا برش کن بیا خیلی عجیب بود آجی یارو کی بسکتبالیست لبران جیمز آره من میگفتم مثل اون نگه داری نیازی کنده داره میشه بیم اینجا فوتبال خیابونی بازی کنی همسای چی؟ برعکس چی؟ اولی خیلی تاریکه نه نور تاریکی از خودشونه هنسن برعکس چی؟ دبلیو؟ سی گوچی فلیمو کرد تو گونی در آورد هنسن برعکس دبلیو سی آجی نمیدونم تو دوربین نشون داده میشه من اینجا یه عنکبوت نیش زد بعد همون موقع چسبیدم به دیوار او پوکو چی میگی؟ دیالوگ منه دیالوگ بازم دوستی دیگه آجی تو زور مرده خب میتونی اینجوری میکنی؟ نمیدونم ولی شاید اتفاق خوبی واسه بس کن من اومدم من شنگ بگیر من تازه در آوردم چی بود؟ نه ببین در بیار ببین خودش دلش میخواد ببین از چیز بگیرم نه. از مفاصل از کجا بگیر کجا ببین درجه که میشه یهو بگیر حرف نزن یهو بگیر اگه اینو بزنم 20 امتیاز داره چند کیلویی؟ 70 نمیشه نمیشه فکر کنم چون وزنه نیست اینجوریه من باید بیاری پشته اینجوری؟ خب زودتر میگفتی بزن خب بزنیم ببین دست منو صرف بگی دست رو منظورم نیست صرف دست منو داشته بگو این چیه؟ ببین خیلی صرف گرفتی خیلی صرف ببین پات تو یه جایش در اومده ولی زیرم گیر کرده ببین پات مشکل داره گناه کن من اگه اینو بذارم چی میکنه داره شنا میکنه چی کار داره میکنه؟ دارم تلاش کن ببین پاتو گرفتی نمیتونم این کارو کنم وایسا پا چپ تو بیار نه اون راسته تو بیار آها خب آماده ای؟ نه اون از اونجا بلندم نکن جای دیگه نداره خب آماده ای؟ 3 2 1 آجی خیلی زور زدم بشه نشون تو میگی از اونجا نگی تنها جایی که از اونجا بعد اینجوری منو گرفتی من دارم زور میزم میگم خدایا چه دست از چپ اینجا بگیر نمیشه
ببین تعادل با برقرار بشه دیگه. خب من یکم خودم میذارم عقب‌تر. پام یعنی چیز داره. آره دیگه. خودم میذارم اونورتر. پام بگیر بلند. پامو جفت میکنم بلند. نمیشه جفت کنی. جفت میکنم. این گلوتو بگیر. من گلوتو بگیرم بهتره. چوکسلم میکنی. گلوتو بگیر. ببین دست راست بگیرم دست چپ بگیرم خواهم بیا بالا. لباس نانو. خب الان آقا گفتی تو چیکار؟ آها پاتو بگیرم. خب الان در اون دستم چی؟ اون داره چیکار داره پرواز میکنه. وایسا یه نظری خودم بزن میکنی. نظر چیه؟ باش. مامان دست منو ول کن مامان. بیا یکم این وقت. خب آماده ای؟ آره. آتو یا نمیشه. خیلی بد در گرفت. این دوتا رو اصلا جدا کرد. خاصی نمیشه با پسر نمیشه بکنم. انشالله بعدا امیر بیا امیر. هرگز این صحنه ها رو در خونه امتحان نکنید. مخصوصا برادرتون. نه برادری کوچیک‌تر بکن. تحریم. آره. نزد بیرون بره. این شبه دوست داره. گلد داره. او. اینم گلد. مراقب بچه‌های کوچیک خود باشید. آجی مثلا اون بیفته چیکار اولین کاری که بکنم اینه که اون بالا رو اون اگه اون ماسوسی که اون بالا بیفته چه اتفاقی میفته؟ ما باید چیکار کنیم؟ اول اینکه برای دوستایی که توی خونن داره مثلا میبینن اتفاق داره میفته، اولین کاری که میکنن تا حالا 2 تا دین ترکیبی شنیدی؟ اینجوری 2 تا دین ترکیب چی؟ الان بهتون میگم. ناکن دین اول خب مسیح رو میزنی، دین دوم خدا رو میزنی. میشه ادعا میکنی که آقا این به تو نخوره، چون اگرم بیفته ناموسن دارم میگم، چون این چیز داره نگهش داره. الان وصل به ستون من یه دست کجا رفتی؟ الان وصل به ستون یا نه؟ آره دیگه مثلا فکر بیفته اگه وصل بشه به ستون بلوکارم میتونم جلوشو ببینم. جلوش تا کجا؟ خب اینجا باشی اوکیه. چیزی فکر کن داره میریزه آجر هم بکشه. خب اینجوری چیزی میشه. نگران باشی. یعنی همون دوقلوه نیست؟ این همونه؟ دوقلوه هست؟ نیست. دیالوگی نداری تو؟ دیالوگ نداری. این میتونستم برن برای صاحبش بیاد. صاحبش که بیاد هر ستام رو میبنده رون میبره کارهای خوبی میبره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فرشاد هستم. تو کوچیکی بزرگ شدم. وقتی به دنیا آمدم دندون نداشتم، سختی زیاد کشیدم، سیب نمیتونستم بخورم، ماشین باید زیرمون کنه. دست بزرگ رفیاره ببینم دستش صورتیه ایشان دستش صورتیه بولیمه. نیوشو دوست دارم ولی اینجا برنامه‌ش من میگم میگم خونه روی خیلی هوشلاس بود. ماشاءالله با زمین قرارداد بسته بود. تو میتونی بری؟ نباید حاجی الان ساختمون میرزه ولش کن.
آقا ولش کن بریم. دیدی جواب مگه اینجوری یکی دیده نه دیگه تو بود اینجوری گرفته رد میکنه میگه اینا اینجوری من سکتر دادم جت هیچی نی آقا اونا چرا بیدارن به نظره؟ دلیل اینکه چرا بیدارن دویشو اینجا چی نوشته؟ دقت کن پنجشنبه است آفرین زومم نمیکنه آقا پنجشنبه است بهنام زنگ داده نه 4-5 باشه به نظرت میتونی مثلا مثل فیلم مردن کبوتی اونور کافه دوانجه چیزی بگیریم بریم بالا دوان بسته است اگه اون بسته پرتت کنم میتونی برسی کجا؟ بالا میگیر الان میزد تو پراید برایده غور نشه اون نداره بالا بهتر ماشین جهانه ها برجم قشنگش امین نگیر ممتاز آرومی ها